مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره دو صدمه مرگ‌آور روزهای 18-19 سپتامبر رخ داده در جنوب و شمال جمهوری خبر داد. از جمله شام 8 سپتامبر سال 2022 تخمینا ساعت 19:55 راننده ماشین تمغه اوپل استرا شریپوف محمد سعید سال تولدش 1984 ساکن ناحیه شهر توز هنگام حرکت از سمت ناحیه ناصر خسرو به سمت ناحیه شهر توز در حدود دهه کمسمال ناصر خسرو از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به کنار راست راه برآمده به تپه خاکی برخورده است. در نتیجه خود راننده جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. همچنین 19 سپتامبر سال 2022 تخمینا ساعت 12:00 راننده ماشین تمغه مازدا اسمتوف ظفرجان سال تولدش 1983 ساکن شهر استرافشان هنگام حرکت در حدود ناحیه رسولوف نابالغ اشنظر و حلیمه خان سال تولدش 2011 ساکن ناحیه مذکور که از طرف راست به چپ رو میگذشت پخش نموده است. در نتیجه نابالغ اشنظر و هنگام به بیمارخانه دسترس نمودن در راه به هلاکت رسیده است. اوید به این حالت تحقیقات ادامه دارد. هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شود.